قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود هنوز سال 1995 در قریه جنگلک پنجشیر درباره امام علی رحمان گفته بود: شما تاجیکان امام علی رحمان دارید. تصور کنید ما زیاده از 30 سال باز برای صلح در افغانستان مبارزه می‌کنیم. این ابرمرد ملت برای شما در 1 سال صلح بی بازگشت آورد. اکنون شما تصور کنید که شما چگونه پیشوایی دارید. این گونه پیشوا را همه خیرخواهان جهان آرزو می‌کنند. امام علی رحمان دلی بزرگ انسانی دارند که در آن همه می‌گنجد. او آخرین تاجیک را به وطن برگردانید. مگر این توانایی و قدرتمندی انسان نیست؟ امام علی رحمان را نه تنها شما بلکه تمام تاجیکان دنیا دوست می‌دارند. خدا شاهد است که این مرد با این